که فریدون برای پسراش زن میگیره، به چه نحوی روی پسراش و عروساش اسم میذاره و حالا میخواد سرزمین هایی که تحت حکومت خودشه رو بین پسراش تقسیم کنه. نهفتش رو بیرون کشید از نهان، به 3 بخش کرد آفریدون جهان. آفریدون جهان رو به 3 بخش تقسیم میکنه. یکی روم و خاور، دگر ترک و چین، سیوم دشت گردان و ایران زمین. به یکیشون به سلم حکومت روم و غرب رو میده. به تور پسر دومش حکومت ترک و چین رو میده و ایران زمین هم حکومتش رو میده دست ایرج، به مرکز حکومت میفرستتش. سالا همینطور میگذره و 3 پسر به سرزمین هایی که تحت فرمان روایشونه حکومت میکنه. حالا فریدون پیر و سال خورده شده، اما 2 پسر بزرگتر سلم و تور از این تقسیم بندی راضی نیستن و میگن که چرا ایران زمین که سرزمین مهمتریه رو پدر به پسر کوچکتر داده، باید به ما که پسرهای بزرگتری هستیم ایران زمین رو بده. این چه جور تقسیم بندیه؟ سلم و تور با هم دیگه صحبت میکنن و تصمیم میگیرن که یک یک فرستنده‌ای برای پدرشون فریدون بفرستن. فرستنده پیام سلم و تور به پیش فریدون میره و پیام اونا رو به فریدون میرسونه. بهشون میگه که این پسرها ناراضی هن از اینکه ایران زمین سرزمین به این مهمی رو به پسر کوچکتر دادی و چرا این سرزمین رو به پسرهای بزرگتر ندادی. فریدون که اینو میشنوه، فریدون بدو پهن بگشاد گوش، چو بشنید مغزش برآمد به جوش. مغزش به جوش میاد، مغزش سوت میکشه، خشمگین و عصبانی میشه و میگه که زپند من ار مغزتان شد تهی، همی از خردتان نبود آگهی. میگه که شما پند اندرز من رو فراموش کردین، تقصیر خودتون نیست، خردتون رو گم کردید. و بعد از اینکه این پیام میفرسته برای پسراش، ایرج رو صدا میکنه و با ایرج صحبت میکنه و میگه که پسرای من 2 پسر دیگر، برادرای دیگر این پیامو بود آوردن و نقش اینو دارن، فکر اینو دارن که به تو حمله کنن، که با تو سر نبرد دارن. و ایرج هم از خطراتی که به نظرش ممکنه با برادرش روبرو بشه آگاهش میکنه. به ایرج میگه ورا گفت کان 2 پسر جنگ جوی، ز خاور سوی ما نهادند روی. میگم 2 پسر، 2 برادر از سمت شرق میخوان به ما حمله کنن و این سرزمین هایی که تحت فرمان روای تو رو ازت بگیرن. ولی ایرج میگه روزگار مثل باده، این چیزا میگذره، قصهشو نباید بخوریم. من میرم پیش برادرام، با اونا صحبت میکنم و با هم دیگه به یک صلح و سازشی میرسیم. میرم باشون مذاکره میکنم. نباید مرا تاج و تخت و کلاه، شوم پیش ایشان دوان بی سپاه. میگه من میرم پیششون، اصلا این تاج و تخت و کلاه و این اصلا برای من مهم نیست، بدون هیچ سپاهی میرم پیششون که باهاشون صحبت بکنم. ولی فریدون دلش راضی نیست، بهش میگه که آقا یه سپاهی با خودت ببر، اونجا جانت در امان نیست، اگه بهت حمله کردن تو یه سپاهی با خودت داشته باش. درسته حالا تو میگی که من میرم باهاشون صحبت میکنم. بدو گفت شاه ای خردمند پور، برادر همین رزم جوید توی سور. میگه ای شاه، ای پسر خردمند من، اون برادرات فکر جنگ دارن، اونا میخوان راه جنگ رو پیش بگیرن. حالا تو میخوای باشون محبت بکنی ولی اونا فکر جنگ رو دارن، حرف جنگ رو دارن میزنن. ایرج ولی خب گوش نمیکنه و میره به سمت ایرج به سمت برادراش میره. وقتی که به اونجا میرسه، سپاهیان سلم و تور به استقبال ایرج میان. به ایرج نگه کرد یک سر سپاه، که او بود سزاوار تخت و کلاه. لشکریان، سپاهیان وقتی که ایرج رو میبینن، تو نگاهشون اینه که این ایرج سزاوار این تخت و تاجه و خیلی به استقبال گرمی میرن از ایرج. ولی تور و سلم وقتی که اینو میبینن خشمشون اصلا بیشتر میشه.
ایرج میره پیش تور و سر، شروع میکنه باهاشون حرف زدن. من ایران نخواهم، نه خاور نه چین، نه شاهی نه گسترده روی زمین. میگه من نه ایرانو میخوام، نه خاور شرقو میخوام، نه چین، من این چی نمیخوام. مثلا شاهی رو این زمین رو نمیخوام. با هم دوست باشیم، ما برادریم، مثل قبل باشیم با هم دیگه. جنگ و خونریزی نمیخوام باهاتون بکنم. اصلا این قدرت برای من معنی نداره. هرچی ایرج میگه و سعی میکنه برادر رو آروم بکنه فایده ای نداره. اون مصرع معروفی هست که سعدی میگه، اصلش از فردوسی بوده که سعدی نقلش کرده: میازار موری که روزی کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. میگه بابا نکش، من یک مورم که دارم زندگیمو میکنم. آدم که نباید به کسی که آزار نداره بخواد بکشتش و اینا. میگه جنگ و خونریزی نکنی. اما تور از این حرفای ایرج انگار خشمگین‌تر میشه، بهش حمله میکنه، خنجرش رو در میاره و یکی خنجر آبگون پر کشید، سراپای او را چادر خون کشید. خنجرش رو در میاره و سر ایرج رو میبره و همه جای چادر خونی میشه. سر ایرج رو میفرستن برای پدرش فریدون. فریدون که سر ایرج رو میبینه اصلا روزگار براش سیاه میشه و خیلی ناراحت میشه از اینکه پسر کوچیکش ایرج رو میبینه که به دست برادراش کشته شدن. فریدون سر شاه پور جوان، بیامد به بر برگرفته نوام. فریدون سر پسرش رو در آغوشش گرفته، گریه و زاری میکنه و به سوگ پسرش نشسته. خردمندان میان پیش فریدون و بهش اجازه نمیدن که بخواد به پسرای دیگهش حمله کنه. میگن روان نیست که یک پدر پسراشو بکشه و بهش همچین اجازه ای نمیدن. که از تخم ایرج یکی نامور، بیاید بر این کین ببندد کمر. فریدون آرزو میکنه که از نسل ایرج یک پسر به دنیا بیاد که انتقام خون ایرج رو از سلم و تور بگیره. همه جامه کرده کبود و سیاه، نشسته به اندوه در سوگ شاه. کل کشور عزادارن، همه لباسای تیره پوشیدن، آبی کبود و سیاه پوشیدن و همه کشور عزادار و در سوگ ایرج نشستن. انگار زندگی با مرگ ایرج تیره و تار شده و همه زندگی به مرگ ایرج بوده. همه سوگوار و عزادار. فریدون توی شبستان میگرده و یه زنی که خیلی مورد توجه و مورد محبت ایرج بوده رو پیدا میکنه و اون زن از ایرج بارداره. یکی خوبچه پرستنده دید، کجا نام او بود ماهافرید. اسم این زن ماهافرید بود که ایرج بر او مهر بسیار داشت، قضا را کنیزک از او بار داشت، که از قضا این کنیز این دختر ماهافرید از ایرج باردار بود. دوران بارداری ماهافرید طی شد. فریدون هم خیلی بهش رسیدگی میکرد، تحت کنترل و مراقبتش بود. وقتی بچه دنیا میاد، این بچه ماهافرید دختر بوده. فریدون این دختر رو بزرگ میکنه و تحت کنترل و پرورش و حمایت فریدون بوده. وقتی به سن بلوغ میرسه، نیا نامزد کرد شویش پشنگ، بدو داد چندی برآمد درنگ. این دختر با پشنگ ازدواج میکنه. فریدون این دوتا رو به عقد همدیگه در میاره و این دختر از پشنگ باردار میشه. بچه دختر به دنیا میاد و اسم این بچه رو میذارن منوچه. فریدون برای بزرگ کردن منوچه سنگ تموم میذاره، همه چی رو بهش یاد میده، فنون کشورداری، آیین جنگ، همه چی، رزم و همه چی رو بهش یاد میده. بعد که بزرگ میشه، نیا تخت زرین و گرز گران، بدو داد و پیروزه تاج سران. بزرگ میشه، تاج و تخت پادشاهی رو به منوچهر میده و منوچهر جایگزین ایرج میشه. خبر پادشاهی منوچهر به سلم و تور میرسه. به سلم و تور آمد این آگهی، که شد روشنان تخت شاهنشهی. و حالا سلم و تور با خبر میشن و از پادشاهی منوچهر احساس ترس میکنن، احساس به خطر افتادن جایگاهشون رو میکنن.
و سریع برای فریدون یک پیامی میفرستن و درخواست عذرخواهی میکنن. و فرستنده که به فریدون میرسه پیام سلم و تور رو به فریدون میگه که جاوید باد آفریدون کرد، همه فرهی ایزد او را سپرد. اینجا میان فریدون رو ستایش میکنن، میگن که تو فریدونی و فر ایزدی برای توه. التماس میکنن، اظهار پشیمونی میکنن، درخواست بخشش میکنن، ولی فایده ای نداره. فریدون میگه بعد قبل از اینکه ایرج رو بکشین یاد این چیزا بیفتین. الان دیگه خیلی دیر شده. شما ایرج رو کشتین و سرش رو برای من فرستادید. این التماس و عکس شما هیچ فایده ای نداره. وقتی پیام فریدون به سلم و تور میرسه، اونا سپاهشون آماده میکنن. سپه چون به نزدیک ایران رسید، همانگه خبر با فریدون رسید. سپاهشون که نزدیک ایران میشه، فریدون با خبر میشه. فریدون هم به منوچهر میگه که سپاهشو به سمت هامون بفرسته. همی رفت لشکر گروه ها گروه، چو دریا بجوشید هامون و کوه. لشکریان منوچهر گروه گروه در حال حرکت بودن، انگار که دریا به جوش اومده و هامون و کوه به هم دیگه میخورن. دلیران یکایک چو شیر ژیان، همه بسته بر کین ایرج میان. همه سرداران دلیر دارن با سپاه به سمت سپاه تور و سلم حرکت میکنن. همشون کمر بستن برای انتقام ایرج. منوچهر با قارن پیلتن برون آمد از بیشه نارون. چپ لشکرش را به گرشاسپ داد، ابر میمنه سام یل باغ و باد. رده بر لشکر ز هر سوی سپاه، منوچهر با سرو در قلبگاه. سپهکش چو قارن مبارز چو سام، سپه برکشیده حسام از نیام. طلایه به پیش اندرون چون قباد، کمین ورد چون گرد تریمان نژاد. داره آرایش سپاه منوچهر رو تعریف میکنه که منوچهر با قارن دارن از بیشه نارون حرکت میکنن. چپ لشکر دست گرشاسپه، راست لشکر دست سام یل با قباد. منوچهر با سرو همون شاه یمن در میانه میدان در قلب لشکره و طلایه دار هم دست قباده و تلیمان نژاد هم کمین داره حرکت میکنه. قباد که گفتیم طلایه دار نظامه، داره از جلو حرکت میکنه و اول از همه به سلم و تور میرسه. سلم و تور بهش میگن بدو گفت نزد منوچهر شو، بگویش که ای بی پدر شاه نو. اگر دختر آمد ز ایرج نژاد، تو را تیغ و کوپال و جوشن که داد. اینجا دارن تیکه میندازن، دارن بی احترامی میکنن به منوچهر. میگن برو به منوچهر، اون شاه تازه به دنیا رسیده جوونتون، بگید که اگر که فرزند ایرج دختر بوده، تو چی میگی؟ تو این یال و کوپال از کجا آوردی؟ ایرج که دختر زایده، تو کی هستی این وسط؟ میخوان با این حرف مثلا منوچهر رو بیان تحقیرش بکنن، مثلا از اون تیکه های ناموسی و این که مثلا بچه اون که دختر بوده تو کی هستی، همچین چیزی رو میخوام بهش بگم. مثلا تو بی پدری، تو که مثلا پدری نداری، تو کی هستی این وسط؟ قباد میاد پیش منوچهر و پیام سلم و تور رو بهش میرسونه. منوچهر خندید و گفت آنگهی که چنین نگوید مگر ابلهی. منوچهر هم وقتی میشنوه میخنده و میگه که کسی که این حرفو میزنه احمقی بیش نیست، اونا یه احمقن که این حرفو میزنن. ما الان داریم میریم جنگ و اونجا همه چی معلوم میشه که کی به کیه و کی این یال و کوپالش کجاست و کی بی پدره و کی نیستش. خلاصه جنگ سختی بین دو طرف شکل میگیره و سپاه تور توی یک تنگنای سختی قرار میگیرن. تور که میبینه که نمیتونن پیروز بشن، قصد فرار میکنه. اما در همین حین که تور میخواد فرار کنه، منوچهر به سمت تور میره. ززین برگرفتش به کردار باد، بزد بر زمین داد مردی بداد. سرش را همانگه ز تن دور کرد، دد و دام از تنش سور کرد. منوچهر تور از زینش میگیره، میکشه زمین و به سرعت باد سرش از تنش جدا میکنه و به این شکل تور کشته میشه.
بعدم منوچهر یه نامه می-نویسه، شرح جنگ رو میده و میگه که به قصد انتقام سر تور رو به انتقام پدرم ایرج از بدنش جدا کردم و سر و اون نامه رو میفرسته برای فریدون. پیام منوچهر که به فریدون میرسه، فریدون همی بر منوچهر بر یکی آفرین خواست از دادگر. فریدون هم به منوچهر آفرین میگه و از اینکه تو جنگ پیروز شده خوشحال میشه. خبر کشته شدن تور به سلم میرسه و سلم هم میترسه از اینکه خب تور کشته شده، لشکر منوچهر اونقدر بزرگه و اون همه سردار سپاه داره، ترسیده سر و میخواد فرار کنه. میخواد بره به سمت یه قلعه‌ای که قارن یکی از سردارای سپاه منوچهر اینو با خبر میشه و میگه که من یه فکری دارم، ما میتونیم انگشتری که مهر تور هست و ورداریم، یک نامه من مینویسم و به سمت اون قلعه میرم. میره به سمت قلعه، چون قلعه جاییه که نزدیک دریاست، میره به سمت قلعه. به قلعه که میرسه به نگهبان قلعه اون انگشتر رو یادداشتی که حالا با اون مهر تور نوشتن نشون میده و میگه که ما اومدیم اینجا از طرف تور که این قلعه رو از دست لشکری که از ایران داره میاد حفظ کنیم، چون اونا میخوان بیان و اینجا رو فتحش بکنن. نگهبانم وقتی که خب نشان رو میبینن و مهر و امضا رو میبینن راه میدن و قارن وارد قلعه میشه. چو شب روز شد قارن رزمخواه، درفشی برافروخت چون گرد ماه. روز که میشه قارن پرچم فتح اونجا رو به بالای این قلعه میزنه و در واقع اون قلعه رو فتحش میکنه و دیگه برای تور نیستش که اگه سلم بیاد اینجا نتونه توی این قلعه پناه ببره. قارن با خبر پیروزی پیش منوچهر میاد و بهش میگه که پیروز شدیم و داستان از چه قراره. منوچهر به قارن میگه که یه شخص دیگه به حمایت سلم اومده. نبیره سپهدار ضحاک بود، شنیدم کاکوی ناپاک بود. نبیره ضحاک که اسمش کاکوی بوده به حمایت سلم میادش. قارن میگه که من میرم و باهاش میجنگم و شکستش میدم. منوچهر میگه نه، تو خسته ای، تو استراحت کن، من میرم میجنگم و شکستش میدم. و یه جنگ سختی بین منوچهر و کاکوی رخ میده و در نهایت هم منوچهر کاکوی رو میکشه. سلم که میبینه که دیگه حمایت رو کسی نداره و تنها مونده، فرار میکنه به سمت همون قلعه‌ای که توسط ایرانیا و لشکر قارن فتح شده. وقتی که سلم میره به سمت قلعه، منوچهر هم با لشکرش دنبال قارن میره به اون قلعه. وقتی که به قلعه میرسه میبینه که قلعه فتح شده و لشکر منوچهر هم به دنبالشه. یکی تیغ زد زود بر گردنش، به دو نیمه شد خسروانی تنش. لشکر منوچهر که به دنبال سلم را افتاده و سلم میرسه و میبینه که قلعه فتح شده، دیگه جایی نداره و اونام سریع حمله میکنن و سلم رو میکشن و سرش رو از بدنش جدا میکنن و سر سلم رو برای فریدون میفرستن. بعد از اینکه سلم کشته میشه، سپاهیان سلم از منوچهر درخواست بخشش میکنن. میگن ما تو کشتن ایرج نقشی نداشتیم، تور بود که ایرج رو کشت، اتفاقا ما خیلی ایرج رو ستایش هم میکردیم. منوچهر هم اونا رو میبخشه و به نزد پدر بزرگش برمیگرده و فریدون هم از اینکه سلم و تور کشته شدن و انتقام پسر دیگرش گرفته شده هم خوشحاله و هم در باطن اندوهگینه که این سرنوشت 3 پسرش بوده که اینجوری و بدین شکل کشته میشن. فریدون شد و نام از او ماند باز، برآمد بر این روزگار دراز. فریدونم عمرش تموم میشه و نام نیکی ازش در این روزگار باقی میمونه. منوچهر بنهاد تاج کیان، به زنار خونین ببستش میان. و منوچهر بعد از فریدون تاج پادشاهی رو بر سرش میزنه. داستان فریدون تموم میشه و توی قسمت بعدی از داستان منوچهر براتون میگم که در دوران منوچهر چه اتفاقایی میافته. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. خیلی ممنون میشم که برام کامنت بذارین که باعث میشه که این ویدیوها بیشتر دیده میشه و اگر دوست دارین به دوستانتون هم حتما پیشنهاد کنید. اگر استوری میکنید منو تگ کنید ببینم استوریاتون رو.
میفرستین برای دوستانتون خیلی خوشحال میشم. ممنونم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.